سلام به همه. متاسفم واسه همه اون حیوانایی که این کار غیر انسانی رو در حق اون دختر مریض احوال انجام دادن. اون دختر به قتل رسوندن. متاسفم واسه شون. 4 تا احمق و دیوونه دیدن یه دختر حیرونه که بنده خدا مشکل اعصاب داشته، کاری هم به کسی نداشته. واسه پارک کردن 4 تا کاغذ بیکاره با آتیش کشته میشه دختر بیچاره. فکر نکردن به انسان بودنش، تصمیم گرفتن واسش، زیر مشت و لغت کشتنش. شاید داشتن با اون خدا بیامرز خصومت شخصی، حتما دوستش نداشتن، از سر عقده با نفت آتیش زدنش به سادگی. چرا نبردنش محکمه تا قاضی حکمی بده و قضیه رو بکنه فیصله؟ یا مش مردم احمق و روانی دختر رو با چوب و سنگ زدن و با سنگسار آتیش کشتنش دست جمعی. هر کدوم اونایی که سنگ میزدن حتما بودن قاضی. اینم از مردم وحشی و یه جامعه اسلامی. MJ2